اول بذاریم با یه سوال شروع کنیم. اصلا چرا رابطه مقعدی؟ خوبه که قبل از اینکه به این رابطه فکر کنیم این سوال رو برای خودمون جواب بدیم. آیا میخوایم یه تجربه جدیدی داشته باشیم، یه هیجان جدیدی رو به رابطه جنسیمون اضافه بکنیم، و یا یه محدودیتی توی رابطه واژینالمون وجود داره که مجبوریم از این رابطه به عنوان جایگزین استفاده کنیم. و سوال دوم که خیلی مهمه اینه که آیا شخص پذیرنده رابطه جنسی اینال یا مقعدی اصلا راضی هست این کار رو انجام بده؟ پس اولین قدم ما برای تصمیم گیری در مورد شروع این رابطه اینه که با هم حرف بزنیم. یعنی یک گفتمان بسیار صمیمانه و رو راست با شریک جنسیمون میتونه بهمون کمک بکنه که مسیر درست و تصمیم درستی رو انتخاب بکنیم. حالا تو این گفتگو چیا باید بگیم؟ اولا اینکه چرا داریم این کار رو انجام میدیم؟ خواسته ما و انتظار ما توی رابطه جنسی به عنوان مرد یا زن چیه؟ هیچ فرقی نمیکنه. چه نکات یا مسائلی هستش که ما رو نگران میکنه توی این رابطه، به خصوص اگه تجربهش رو نداشتیم و دوست داریم قبل از اینکه رابطه برقرار بشه در مورد اون کامل صحبت بکنیم. قدم دوم اینه که حالا ریسک فاکتورها رو در نظر بگیریم و در مورد اونها از قبل صحبت بکنیم. یکیش آسیب دیدن اسفنکتر مقعد هست و دومیش منتقل شدن عفونت و بیماری‌های به خصوص جنسی هست. تو این مورد رعایت بهداشت از همه چیز مهمتره، پس باید حتما از کاندوم استفاده بکنیم توی این رابطه جنسی، به خاطر اینکه ریسک انتقال بیماری‌های مثل HIV از طریق رابطه اینال تقریبا 2 برابر هست و تا جای ممکن باید جلوی انتقال بیماری‌های جنسی رو بگیریم. حالا چرا انتقالش بیشتره؟ به خاطر اینکه اسفنکتر مقعد خیلی کوچیکه، قابلیت ارتجاعش مثل واژن نیست. با فشار زیادی که بهش وارد بشه ممکنه دچار پارگی و آسیب بشه و چون یک سطحی از ایمنی برداشته میشه که همون پوسته و عروق خونی در تماس قرار میگیرن با اندام تناسلی مردانه و با مایع جنسی مردانه، میتونن خیلی راحت انواع اقسام بیماری ها رو از طریق خون انتقال بدن. نکته بعدی اینه که خب اسفنکتر مقعد برای رابطه جنسی درست نشده و به اندازه واژن نمیتونه ارتجاع داشته باشه و همین مسئله و خشک بودنش، چون که ترشحی داخلش وجود نداره مثل واژن، باعث میشه که نسبت به هر گونه آسیب و یا فشاری آسیب پذیرتر باشه. پس برای کاهش احتمال آسیب و انتقال عفونت اولین کار استفاده از کاندومه. دومین کار شستشوی مقعد به صورت کاملا صحیح هستش. بعضی وقتا بعضیا از تنقیه استفاده میکنن برای اینکه اون ابتدای راست روده رو هم شستشو بدن. این کار اصلا توصیه نمیشه، ولی اگر در مواردی رابطه اینال رو انجام میدید که خیلی به ندرت هستش، یعنی به صورت مرتب نیستش، خب میتونید بعضی وقتا از این روش برای تمیز کردن مقعد استفاده بکنید. و نکته بعدی استفاده کردن حتمی از ژل‌های بهداشتی و روانکننده هست که از داروخانه باید بگیرید و توجه داشته باشید که حتما بیسش آب باشه، یعنی بر پایه آب باشه نه چربی. و یه نکته دیگه که خیلی وقتا شاید بهش توجه نکنیم اینه که اسفنکتر مقعد چون برای سکس ساخته نشده و مثل واژن باز نیست، بنابراین باز شدنش زمان بره و صبر و حوصله میخواد. لطفاً با شتاب و با فشار زیاد این عضله رو بهش آسیب نزنید. سعی کنید از انگشت کوچیک اول استفاده بکنید برای اینکه تحریکش بکنید و یک مقداری نوک انگشت رو با ژل وارد مقعد بکنید تا اسفنکتر به باز شدن یه مقدار عادت بکنید، یه ذره شل‌تر بشه و بعد کم کم حتی توی چند باری که رابطه انجام میدید ممکنه که بتونید دخول رو با آلت تجربه کنید. در نهایت رابطه اینال به عنوان جایگزین رابطه واژینال به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون اسفنکتر مقعد برای رابطه جنسی ساخته نشده و آسیب دیدنش میتونه یه سری مشکلات جبران ناپذیری رو براتون به وجود بیاره. پس ما توی این ویدیو هیچ توصیه برای انجام این کار نمی کنیم.